وزیری که مثلا خودش 130 تا شرکت داره، خب این وزیر که یه وزارتخونه میخواد شرکت خودش رو اداره کنه. من نعمت‌زاده رو میگم، اینکه اون 1000 میلیارد ثروتیه، این شرکتیه که دیگه اگر یه 1000 میلیارد ثروتی نعمت‌زاده بود با 150 تا شرکت که دیگه نیست، یه 1000 میلیاردی قاضی‌زاده هاشمیه، حالا اون 130 شرکتیه رو پس من نمیدونم کی دیگه. من فکر می‌کردم آقا اگه میتونید اسم بیارید حالا. بله آقای آخوندی مثلا خب خودش شرکت‌های مختلف داره، تو حوزه راهسازی هم داره، خیلی جالبه، یعنی خودش تخصصی کار میکنه، راه داره، بعد خودش هم وزیر راه، اون شرکتش با خودش پیمان می‌بنده. خیلی جالبه دیگه. اینا هم از اتفاقات جالبی که تو این دولت اتفاق افتاده. حالا دیگرانشون کدوم وزاره دیگه‌شون، مثلا دیگه وزیر جهاد کشاورزی که دیگه قبول داره دیگه، وزیر جهاد کشاورزی آقای حجتی دیگه، ایشون که یه مزرعه 300 هکتاری ورامین داره فقط. حالا یه قلمش که من میدونم کی ایشون این مزرعه داشته قبل از اینکه وزیر بشه؟ وزارت قبلی جهادشون زمان وزیر جهاد بوده دیگه. خب بنابراین تازه این که شما اصلا فکر نمی‌کنید دیگه، فکر می‌کنید ایشون که دیگه اصلا یه جهادی ترین مدیران این دولته ایشون. بالاخره یه مزرعه داره تو ورامین ما که هست، حالا دیگه جای دیگه داره چیزی داره نداره نمیدونم، حالا نسبت میدن به رقم میگن